به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. این جلسه میخوام صحبت کنم در خصوص منابعی که میتونه کمک کنه و کارساز باشه در خصوص کنترل و مدیریت استرس. یکی از اون منابع در شرایط سخت و استرس اینه که شما با دوستان صمیمی خودتون صحبت کنید، با مشاورین صحبت کنید، با معلمان صحبت کنید، با افرادی که مورد اعتماد شما هستن و حس خوبی رو به شما میدن، ارمغان میدن در خصوص مسئله‌ای که باعث شده استرس داشته باشین صحبت کنید. حتی میتونین خلاقیت داشته باشین، در خصوص اون مسئله نقاشی بکشین، موسیقی پناه ببرین و یا احساسات خودتون رو بنویسین یا حتی مشکلات رو بگین. مثلا ساعت 4 تا 6 من در خصوص این مسئله میخوام فکر کنم، یعنی زمان بندی کنین، فکر کردن حتی به اون شرایط استرستون رو. من در این جلسه میخوام یک تکنیکی رو به شما یاد بدم که این تکنیک میتونه کارساز باشه در جهت کنترل و مدیریت استرستون. دوستان، فرض کنین که دچار یک پدیده و یک واقعه‌ای شدین که اون پدیده و اون واقعه برای شما فشارهای روانی رو وارد کرده. شما در این تکنیک در یک اتاقی که امن هست و اون اتاق بالاخره یک حس خوبی رو به شما میده، میتونه اتاق کارتون باشه، اتاق خودتون باشه، اونجا بشینین و شروع کنین به اینکه این تکنیک رو انجام بدید. در این تکنیک در یک برگه آچار رو برمی‌دارین و اون واقعه‌ای که موجب رنجش شما شده رو می‌نویسین. میگین در تاریخ فلان، ساعت فلان، واقعه‌ای که موجب رنجش من شده اینه. کمالاً و تمام این واقعه رو در عنوان اون صفحه آچار یادداشت می‌کنید. در زیر این برگه شما چند تا ستون می‌کشین. در ستون اول هر احساسی رو که به دنبال این تجربه فشارزا و بحرانی تجربه کردین رو سعی میکنین که احساساتتون رو بنویسین. حواستون باشه احساسات به چه چیزی احساس گفته میشه. من خیلی از مراجعان من وقتی که بهشون میگم احساساتتون رو بگین، به من میگن که احساس میکنم که بی‌کفایتم، احساس میکنم که شکست خوردم. اینا احساس نیست. احساسات ترس، خشم، لرز و غم، افسردگی، اینا احساسات هستن. شما استرس، از این عناوین به عنوان اضطراب، به عنوان احساستون و هیجانتون استفاده کنید. در ستون بعدی فکرتون رو بنویسین. به دنبال این احساسات چه افکاری دارین؟ این احساسات به شما چه میگن؟ چه گفتگویی با شما دارن؟ مثلا من احساس ترس میکنم. افکاری که دارین ممکنه این باشه که من چون میترسم موفق نشم و دیگران منو شماتت کنن، دیگران منو مقایسه کنن، سرزنش کنن. هر چی به فکر شما میرسه در ستون دوم بنویسید. در ستون سوم ببینین از این ستون دوم که افکارتونه کدوم یکی بولدتر و شاخصتر هست و فکر و تمرکز کنید. تک تک افکارتون تمرکز کنید و هر کدوم که در اولویت بیشتری هست بر اساس نمره اولویتی که داره در ستون سوم بنویسید. در ستون چهارم بنویسین کلاً مشکل شما چی هست، افکار شما و احساسات شما، و مطمئن باشین که وقتی ستون چهارم رو دارین نتیجه گیری خودتون رو می‌نویسین، اضطراب و استرس شما شاید 70% کاهش پیدا کرده. این تمرین رو همیشه در خصوص وقایعی که شما رو رنج میده حتما انجام بدین و مطمئن باشین که برای کنترل استرس شما کارساز خواهد بود. موفق باشین.